سرخط خبرها. جنگ لفظی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. ترامپ پاسخ سخت می‌دهیم، لاریجانی از تهدید نمی‌ترسیم. پیامدهای نظامی برای ایران در سطح خواهد بود که هرگز دیده نشده است. موج جدید از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان. در این حملات 8 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. شکن او برمل ولسوالیو کې هم سلګونه پایره د هوان او د دیسی توپ مرمۍ لګېدلې. و تاکید مجدد امریکا بر بازگرداندن امریکایی‌های در بند به واشنگتن. اداره تحقیقات فدرال امریکا گفته متحد به بازگرداندن امریکایی‌های اسیر به خانه است. یعنی هرج و مرجی که امروز در جهان وجود داره عاملش نمی کشورهای با قدرت است. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 11 مارس 2026 میلادی. مشروع خبرها. در 12مین روز جنگ ایران و امریکا، دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را میانگذاری کند، ایالات متحده با ضربه بسیار سهمگین پاسخ خواهد داد. علی لاریجانی در واکنش به تهدید ترامپ گفت که ملت ایران از تهدیدهای پوشالی ترامپ نمیترسند. گزارش از حضرت محمدی بیغش. در 12مین روز از رویارویی سنگین امریکا و ایران، منطقه در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع امنیتی خود قرار گرفته است. اسرائیل ادعا کرده که دور جدید حملات هوایی خود به تهران را در بامداد چهارشنبه آغاز کرده و در مقابل ایران هم از موج جدیدی از حملات موشکی علیه اسرائیل خبر داده است. با گذشت 12 روز از آغاز درگیری، ابعاد این تقابل روز به روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که با لحن نسبتاً آرام از احتمال پایان جنگ امریکا علیه ایران سخن زده بود، روز گذشته با لحن هشدارآمیز و تهدید علیه ایران سخن گفت. او تهدید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را میانگذاری کند، ایالات متحده با ضربه بسیار سهمگین پاسخ خواهد داد. اگر به هر دلیل مین‌های کار گذاشته شده باشد و فوراً جمع‌آوری نشوند، پیامدهای نظامی برای ایران در سطح خواهد بود که هرگز دیده نشده است. ایران تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. روز گذشته وزیر خارجه ایران گفت که کشتی‌ها به دلیل حملات مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران از این تنگه عبور نمی‌کنند و تهران تنگه هرمز را نبسته است. در همین حال، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به تهدید ترامپ نوشت که ملت عاشورایی ایران از تهدیدهای پوشالی ترامپ نمی‌ترسند. ملت عاشورایی ایران از تهدیدات پوشالی شما نمی ترسند. حتی بزرگتر از شما نتوانستند ملت ایران را حذف کنند. مراقب خود باشید، حذف نشوید. در اوج رویارویی نظامی واشنگتن و تهران، شماری از کشورها تلاش‌هایی را برای کاهش تنش‌ها آغاز کردند. وزارت خارجه روسیه گفته که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان در تماس تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه گفتگو کردند. در این تماس، رئیس جمهور روسیه بر موضوع اصولی خود مبنی بر کاهش تنش و حل و فصل آن از طریق سیاسی تاکید کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران تاکید کرد. هیچ تردیدی درباره حقوق ایران در دفاع از خود وجود ندارد. ما بر لزوم احترام به اصول حقوق بین الملل و پرهیز از تشدید تنش‌ها تاکید می‌کنیم. تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و کاستن از تبعات انسانی و امنیتی آن در منطقه ضروری است. در حال تلاش‌ها برای میانجیگری آغاز شده که ایران با رد میانجیگری‌ها خواهان تضمین‌های واقعی شده است. شبکه خبری المیادین گزارش داده که ایران تاکنون همه میانجیگری‌ها را رد کرده، زیرا شروطی دارد و خواهان تضمین‌های واقعی است. بنابر گزارش این شبکه، شروط ایران شامل دریافت تضمین‌های برای عدم بازگشت جنگ، دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و دریافت غرامت است.
امارت اسلامی اعلام کرده که در تازه‌ترین حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان 8 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته که این حملات شب گذشته در امتداد خط فرضی دیورند صورت گرفته است. وزیر خارجه عمان در تماس تلفنی با میرخان متقی بر حل تنش‌ها از راه سیاسی تاکید کرد و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز هشدار داد که ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد می‌تواند موجی از بازگشت پناهجویان را به افغانستان به همراه داشته باشد. گزارش از اناهیتا اندر. با آنکه حملات هوایی پاکستان بر شمار از ولایت‌های کشور ادامه دارد، حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی آمار می‌دهد که در تازه‌ترین حملات نیروهای پاکستانی در ولایت پکتیا 3 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 2 تن دیگر در ولایت خوست زخم برداشتند. فطرت می‌گوید که این حملات علاوه بر تلفات انسانی خسارات مالی را نیز در پی داشته است. د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د کوټ په کلي کې زموږ د ولسي خلکو پر کورونو د هوان مرمۍ لګېدو له امله 3 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت شکین او برمل ولسوالیو کې هم سلګونه پیره د هوان او د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې، خو داسې دغه سیمه مخکې له مخکې تخلیه شوې او خلک نورو سیمو ته کوچېدلي. لله الحمد ځاني تلفات نه لرو. در 19مین روز رویارویی نظامی کابل و اسلام آباد، امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه عمان پیرامون روابط دوجانبه و تحولات اخیر منطقه گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه این وزارت میگوید که در این تماس تلفنی متقی موضوع حکومت افغانستان در مورد تجاوزهای پاکستان و اقدامات دفاعی متقابل امارت اسلامی را بیان کرده و دو طرف بر حل تنش‌ها از مسیر سیاسی تاکید کردند. دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روسي وضعیت هم د نظر تبادله وکړه چې په ترڅ کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د تیریو او د افغانستان اسلامي امارت لخوا د متقابلو دفاعي اقداماتو په اړه د افغانستان د حکومت دریځ بیان کړ. په پای کې دواړو لورو د سیمه ییزو ستونزو د هواري په موخه د ډیپلوماسۍ د مسیر پر انتخاب او د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. با این حال سازمان ملل نیز به پیامدهای افزایش درگیری‌ها در منطقه بر وضعیت مهاجران و پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دبیرکل این سازمان گفته که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد می‌تواند موجی از بازگشت پناهجویان را به افغانستان به همراه داشته باشد. از سوی هم گروه بین‌المللی بحران با اشاره به افزایش مهاجرت از کشورهای میانجی خواهان کاهش تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد شده است. از پاکستان بیش از 160,000 افغان تا اکنون بازگشتند. اگرچه بازگشت‌ها در هفته‌های اخیر تثبیت شده، اما گذرگاه تورخم به دلیل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بسته مانده و با بازگشایی آن بازگشت‌ها می‌تواند به شدت افزایش یابد. همزمان با این رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان و ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جلسه آنلاین پیرامون امنیت منطقه به ویژه وضعیت میان افغانستان و پاکستان و همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های ازبکستان و اتحادیه اروپا در رابطه با افغانستان گفتگو کردند. نو کچېرې سیمه ییزو هیوادونو هم څنګه چې د پاکستان د مخې لوبې څیره پیژندلې، که دوی هم د واقعیتونو ته توجه وکړي، دغه پرېکړه وشي چې پاکستان په ځای کېنول سي او د پاکستان د مداخلاتو تروریستي ډلو ټپلو جوړولو نه د یو ښه ګاونډیتوب لاره خپله کړي. این در حال است که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اوضاع افغانستان و درگیری نظامی کابل و اسلام آباد نشست را به رهبری آمریکا برگزار کرده بود. در این نشست کشورهای اشتراک کننده خواستار حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان از راه‌های گفتگو و سیاسی شدند. پس از قرار گرفتن افغانستان در فهرست کشورهای حامی بازداشت‌های غیرقانونی امریکا، اداره تحقیقات فدرال امریکا اعلام کرده که متحد به همکاری با شرکای فدرال و بین المللی برای بازگرداندن امریکایی‌های اسیر به خانه است. وزارت امور خارجه امارت اسلامی پیش از این اقدام امریکا را در مورد جا دادن افغانستان در فهرست کشورهای حامی بازداشت‌های غیرقانونی را تأسف‌بار دانسته بود. گزارش از نسترن امیری. پس از اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر قرار دادن افغانستان در فهرست کشورهایی که از بازداشت‌های نادرست حمایت می‌کنند و تأسف‌بار خواندن این اقدام از سوی امارت اسلامی، اکنون اداره فدرالی این کشور اعلام کرده که به همکاری با نهادهای داخلی و شرکای بین المللی ادامه می‌دهد تا شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور اسیر یا بازداشت شدند به کشورشان بازگردانده شوند و عاملان این اقدام به عدالت سپرده شوند. تهدیدی که از جانب آمریکا در مقابل افغانستان صورت گرفته
این تازه نیست. نیم قرن میشه که افغانستان از جانب ازمی کشورهای ابرقدرت با جنایات بشری روبرو است. 20 سال در افغانستان جنایت نابخشیدنی صورت گرفت که همه مردم افغانستان از این خبر داره. مثلا یعنی هرج مرجی که امروز در جهان وجود داره عاملش نمی کشورهای ابرقدرت است و بدبختی دیست که امروز اعتماد در جهان وجود نداره. با این حال این اقدام ایالات متحده آمریکا علیه امارت اسلامی تا چه اندازه تصمیم یک جانبه محسوب می شود و آمریکا تا چه حد می تواند از طریق این تصمیم بر امارت اسلامی افغانستان فشار وارد کند؟ این تعیین یک اقدام یک جانبه هست و الزام آور برای سازمان ملل یا دیگر کشورها نیستند. کشورها می توانند که آن را نادیده بگیرند، ولی یک نوع تشویش وجود دارد که بانک ها، شرکت ها و دولت های وابسته به سیستم مالی دلار معمولا از تحریم های امریکا پیروی می کند، چون ترس از جریمه های سنگین دارد. یک قانون جنگل خواهد بود، نه موارد دیپلماسی یا دیپلماتیک یا حل مشکلات از در یک قانون جامعه جهانی و قوانین نافذه امارت اسلامی. گفتنی است که پس از هشدار آدم بویلر، نماینده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگانها مبنی بر آزادی 3 شهروند امریکا از بند امارت اسلامی، وزیر خارجه امریکا روز گذشته در نشست اعلام کرد که افغانستان در فهرست کشورهای قرار داده شده که از بازداشت‌های نادرست حمایت می‌کنند. در واکنش به این تصمیم واشنگتن، وزارت خارجه امارت اسلامی آن را تأسف‌بار خواند و تاکید کرد که هیچ فردی به عنوان ابزار چانه‌زنی در افغانستان بازداشت نشده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.